سلام دوستای خوب، خوش اومدید به کانال درون کودک. امروز میخوایم درباره یک موضوع مهم حرف بزنیم. استرس. مخصوصاً استرس بچه‌های 8 تا 13 ساله. اینجا میخوایم در مورد علت و ریشه استرس و راه حل‌هایی صحبت کنیم که با استفاده از اونها بچه‌ها بتونن در شرایط استرس‌زا به خودشون کمک کنن. این میان از تجربیات واقعی جانا، دختر 10 ساله کانالمون هم استفاده میکنیم. هممون استرس رو تجربه کردیم. ولی توی این سن، یعنی بین 8 تا 13 سال، استرس برای بچه‌ها ممکنه خیلی بزرگتر حس بشه. چرا؟ چون مغزشون هنوز کامل نشده و بخش احساسات سریعتر از بخش منطق فعال میشه. برای همین چیزای کوچیک هم گاهی خیلی بزرگ به نظر میان. بذارید براتون یک مثال واقعی بزنم. جانا امروز با چهره‌ای ناراحت و غمگین به خونه میاد. میخواد با مامانش صحبت کنه. جانا میگه امروز وقتی نوبتم شد از روی متن بخونم، یک کلمه رو اشتباه گفتم. چند نفر خندیدن. قلبم تون زد. دستام عرق کرد. دلم درد گرفت و نمیخوام فردا برم مدرسه. این همون استرسه و خیلی از بچه‌ها تجربهش میکنن. بیایم ببینیم چرا بچه‌ها توی این سن استرس میگیرن. اول از همه مدرسه. امتحان‌ها، تکلیف‌های زیاد، ترس از اشتباه کردن جلوی بقیه یا اینکه فکر میکنن اگه خوب نباشن بقیه قضاوتشون میکنن. بعدش روابط دوستی‌های ناپایدار، حرفای ناراحت کننده، گاهی حتی قلدری. توی این سن نگاه و حرف بقیه خیلی مهمه. تغییرات بدنی هم هست. بدن داره عوض میشه، احساسات حساس‌تر میشن و بچه‌ها ممکنه نسبت به خودشون نگران‌تر باشن. و خب شرایط خونه هم خیلی تأثیر داره. اگه پدر و مادر دعوا داشته باشن یا استرس داشته باشن، بچه‌ها خیلی سریع این فضا رو حس میکنن. خب حالا استرس چه نشونه‌هایی داره؟ نشونه‌های جسمی مثل دلدرد، سردرد، تهوع، بیخوابی و نشونه‌های رفتاری مثل گوشه‌گیری، گریه، پرخاشگری یا افت درسی. اینها نشونه‌های واقعی هستن و کاملا قابل فهم. خب حالا اگه یک بچه استرس داشته باشه چی کار میتونه بکنه؟ بیاین با هم چند تا راه خوب و عملی یاد بگیریم. اول تمرین نفس مربع. 1. نفس بکش. 2. نگهدار. 3. آروم بیرون بده. 4. مکس. 2. نوشتن احساسات. حتی اگه یک جمله باشه. من از اشتباه کردن میترسم. 3. جملات آرام بخش به خود. چیزایی مثل اشتباه طبیعیه. من میتونم. هیچ کس کامل نیست. 4. حرف زدن با یک آدم امن. مامان، بابا، معلم، مشاور. وقتی حرف بزنی استرس نصف میشه. و 5. انجام یک کار کوچک. مثلا 5 دقیقه کتاب خوندن. این باعث میشه مغز از حالت ترس وارد حالت کنترل بشه. حالا بریم سراغ والدین. پدر و مادر عزیز، لطفاً اول احساس بچه رو اسم گذاری کنید. چیزی مثل میبینم امروز مضطربی. طبیعی عزیزم. وقتی استرس داره نصیحت طولانی نکنید. مغزش اون لحظه نمیتونه منطق رو خوب بگیره. فقط کنارش باشید. مقایسه با دیگران لطفاً اصلاً انجامش ندید. استرس رو بیشتر میکنه. به بچه‌ها کمک کنید خودشون راه حل پیدا کنن. با سوال، نه با دستور. و حتماً
زمانهای آرامش خانوادگی بسازید. پیاده روی، آشپزی، بازی، خاموش کردن موبایل ها و از همه مهمتر وقتی اشتباه میکنه آرام باشید. اینطوری یاد میگیره که اشتباه معنی خطر نیست. حالا بیاین برگردیم به داستان جانا. مامان، نمیخوام فردا برم مدرسه. خیلی خجالت کشیدم. عزیز دلم، میفهمم امروز سخت بود. کاملا طبیعی این احساس. من کنارت هستم. نگران نباش. مامانش اول فقط گوش داد، بعد که جانا آروم شد ازش پرسید فکر میکنی چی میتونه کمکت کنه فردا راحت تر باشی؟ و جانا گفت میخوام یک بار با تو تمرین کنم و همین کار رو کردن. 10 دقیقه تمرین و فرداش جانا با اعتماد به نفس بیشتری وارد کلاس شد. پس استرس چیز بدی نیست. قسمتی از رشد و قوی شدن بچه هاست. اگه درست باهاش برخورد کنیم، بهشون کمک میکنه شجاعتر، قویتر و مطمئنتر بشن. مرسی که کنار ما بودید. یادتون باشه هر احساسی که بچه ها دارن حقه و ما هم اینجاییم تا کمک کنیم بهتر بشن.